امروز همه چیز فرق داشت. یه ظهر داغ، یه شهر زنده و یه قصه که نمیذاره نگاهت حتی یه لحظه از صفحه جدا بشه. اینجا فقط یه پیاده راه نیست. اینجا جاییه که همه چیز اتفاق میافته. لبخندهایی که نمیدونی برای توه یا برای دوربین و نگاههایی که انگار یه چیزی پشتشون پنهونه. بعضیا فقط رد نمیشن، بعضیا دنبال دیده شدنن، بعضیا دنبال یه لحظه خاص و بعضیا یه چیز بیشتر. ولی این فقط چند ثانیه است. اصل ماجرا تازه داره شروع میشه. حالا تصور کن اگه تو اینجا بودی کجا می ایستادی؟ کنار اون نگاه ها، وسط جمعیت که همه ببیننت، یا یه گوشه توی سایه، جایی که هیچ کس نفهمه هستی؟ این فقط یه پیشنمایشه. ادامش رو که ببینی میفهمی چرا این ظهر با همه ظهرهای دیگه فرق داشت. یه ظهر داغ تابستونی بود. همون موقع هایی که نور خورشید همه چیز رو طلایی میکنه و حتی سنگ فرش های پیاده راه برق میزنن. من دوباره برگشتم اینجا، به قلب رشت، به پیاده راه فرهنگی، جایی که همیشه چیزی برای شگفت زده کردنت داره. اما امروز فرق میکرد. یه حسی داشت، یه حال و هوای خاص. همون حالتی که نمیذاره چشمهات هیچ جا رو نگاه کنه جز آدم‌هایی که از کنارت رد میشن. هنوز اول راه بودم، درست جلوی فرهنگ سرای خاتم الانبیا، همون جایی که همیشه پر از زندگی، پر از رنگ. کبوترها با اون بالهای سفید و خاکستریشون میچرخیدن وسط جمعیت و آدم‌ها، وای آدم‌ها، انگار همشون از یه فشن شو بیرون اومده بودن. خانومای شیک، تیپ‌های تابستونی، لباسایی که با هر قدم برق می‌زدن زیر آفتاب. یکی یکی جلو می اومدن با لبخندهایی که آدم رو می‌برد به یه جای دیگه. هر کسی یه لحظه می‌ایستاد برای یه عکس، یا با موبایل یا جلوی دوربین عکاسای خیابونی که این روزها از همیشه پرکارتر بودن. صدای خنده، صدای شاتر دوربین و اون همه نگاهایی که نمیذاشت نفس بکشی. پیاده راه؟ نه، اینجا امروز یک کتواک بود. هر کسی برای خودش داشت راه میرفت، ولی یه جوری که انگار همه میدونستن کسی داره تماشاشون میکنه و من فقط داشتم این همه زیبایی رو با چشم‌هام میبلیدم. یه چیز رو میدونی؟ این لحظه هایی که با من قدم میزنی برای من با ارزشه. اگه تو هم این حال و هوا رو دوست داشتی، همین الان یه لمس کوچیک روی لایک بزن. نه برای من، برای اینکه هر وقت این حس رو خواستی دوباره برات بسازمش.
اینو بگیره قبول داری همش تفسیر ما حساب کم کم شروع کردم به قدم زدن. مسیر که جلوتر میرفت آدم‌ها بیشتر می‌شدن. توریست‌ها با اون شوقی که فقط تو نگاهشون پیدا میشه. گروه‌های دوستی که برای یه روز متفاوت دور هم جمع شده بودن. زوج‌هایی که از توی نگاهشون میشد فهمید امروز رو نمیخوان هیچ وقت یادشون بره. هر گوشه رو نگاه میکردی یه داستان بود. بساط دستفروشا که با اون رنگ‌ها و خوراکی‌های وسوسه کنندشون پیاده راه رو شبیه یه جشن کرده بودن. هوا گرم بود ولی اینجا این وسط داغ‌تر از همه چی نگاه‌هایی بود که رد و بدل می‌شد. و بعد میدون شهرداری، همون جایی که انگار یه قاب قدیمی از یه فیلم عاشقونه است. ساختمون سفید، اون ساعت بزرگ بالای عمارت، صدای موزیک خیابونی که با بوی قهوه مغازه‌ها قاطی می‌شد. همه چی دست به دست هم داده بود تا حتی اگه 100 بار اینجا رو دیده باشی بازم قلبت یه ضربه اضافه بزنه. آدما همه داشتن لحظه هاشون رو ثبت میکردن. بعضیا جلوی گلها، بعضیا با اون عمارت تاریخی، بعضیها فقط برای این که بگن ما اینجا بودیم. و من داشتم راه میرفتم، قدم میزدم و با هر قدم یه حس عجیبی توی هوا پخش میشد. انگار اینجا فقط یه شهر نبود، یه صحنه بود و هر کسی یه بازیگر.
حالا تصور کن الان توی این پیاده راه بودی. کجا می ایستادی؟ جلوی اون عمارت سفید تاریخی برای یه عکس خاص؟ وسط جمعیت که همه نگاهت کنن؟ یا یه گوشه با یه لیوان قهوه فقط برای دیدن آدم‌ها؟ بنویس برام، چون میخوام بدونم تو این داستان چه نقشی بازی میکنی. و اینجا بود که ویدئوی من تموم شد. اما رشت هیچ وقت تموم نمیشه. هر بار که برمیگردم اینجا چیزی هست که قبلتر ندیده باشم. ولی حالا نوبت توه. اگه اینجا بودی، توی این ظهر آفتابی، توی این شلوغی پر از رنگ و زندگی، کجا می ایستادی؟ جلوی کبوترها، وسط میدون، یا فقط قدم میزدی و نگاه میکردی؟ برام توی کامنت ها بنویس. و اگه این حس رو دوست داشتی، لایک کن تا دفعه بعدی که دوباره با هم قدم بزنیم، جایی بین نور و نگاه ها.